سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی جدید من یعنی کایرو و شروع اولین سری هارتس آف آیرونمون با خودم با ایران. همونطور که میبینید ایران الان در سال 1936 با رهبری رضاشاه پهلوی نشنال اسپریت رو داره. مقاومت کردها، مقاومت آذربایجانی‌ها، سنت‌های اسلامی که خب ثبات کشور رو برده بالا، ولی تحقیقات و سیاستگذاری مشاورین رو ضعیف کرد. اودال‌ها یا اولیگارش‌های خودمون که به حکومت قدرت دادن ولی عملاً کشور رو نابود کردن هم می‌بینید که رو کل اقتصادمون تأثیر گذاشته و کمپانی نفتی انگلیس و ایران که عملاً تو تولیداتمون کلاً گند زده. یه دونه باف مثبت وجود نداره. بهترین بافاش بافای معامله‌ای هن که یه باف بد میده و یه باف خوب. حتی خود رضاشاه هم استابیلیتی کم میکنه ولی کاوری اتک داره. البته خب چون از گردان غذا اوله، ولی خب حالا بریم شروع کنیم. خیلی خوب، اینم از ایران ما. طور که میبینید 7 کارخونه داریم که 3 تاش نظامیه که کمپانی هم نداده و کلا 4 کارخونه اقتصادی داریم که 2 تاش هم رفته برای مردم. تنها اینفراستراکچر خوبی هم که داریم توی خوزستانه، اونم به خاطر نفتشه که بریتانیایی‌ها برامون اینفراستراکچر ساختن. پس حالا بگذاریم از این. از نظر نظامی هم که خب میبینید وضعمون اینه، کبمون مالی نیست. یه چیز خوب برای گریسون داریم که خب ما هم فتوحاتی نداریم. میخوایم به قولی حالت تاریخی و اصلی رضاشاه رو بریم، با این فرق که پیروز میشه و جلوی متفقین مقاومت میکنه. پس زیاد به گریسون نیازی نداریم. خب الان فعلا چون که خیلی وضع خرابه، اقتصادی کلا نداریم، عملا صفر باید در نظرش گرفت، روی اقتصاد کار میکنیم توی تحقیقات و برای شروع اینه فوکس اقتصادی مدرنایزینگ ایرانیان رو میدیم که فکتوری آوتپوت، کانستراکشن اسپید و پروداکشن افیشنسی کپ و اینفراستراکچر کانستراکشن اسپید میده که فوق العاده است برای شروع و 35 روز براش خیلی عالیه. خب ارتش هم باید یه سر و سامونو بدیم بهش. تفنگ در حال حاضر یه 200 تایی کم داریم که مهم هم نیست چون که جنگی نداریم، اهمیتی نداره. همه رو به بهترین گردانی که داریم تبدیل میکنیم و بهشون میگیم بیان توی تهران و تمرین کنن. یه فرمانده هم بهشون میدیم که آقای بهرام آریانا رو میاریم، آقای خوبیه و سرعت هم میذاریم روی 5 و یه 2 تا ایری هم داریم توی تهران که خب وارداتی هن و در و داغون به چه درد ما بخورن. اینا رو هم میزنیم و شروع میکنیم. دوستان من، همونطور که میبینید وضعیت سوپلای ایران هم اصلا خوب نیست. ما مثلا اگه بخوایم با دست نشانده بریتانیا یعنی بریتیش راج بجنگیم، سوپلای هابی نزدیکی نداریم جز بندر عباس که یه موضوعی هست. بندر عباس اصلا از نظر ریلی به تهران بس نیست. تنها جایی که ریل کشی شده خوزستان تا تهرانه، هیچ جای دیگه ریل کشی نشده. البته تا استراباد ما به قولی همون گرگان دیگه ریل کشی کردن، ولی خب اینو دیگه رضاشاه ساخته. بریتانیایی هم همینم نمیخواستن بسازه، ولی خب حالا همینم برد بزرگیه که حداقل یه راه آهن داریم، یه دونه از خوزستان تا گرگان، طولانی تر نیست دیگه. این فوکس هم انجام شد و اقتصاد ایران بازسازی شده. الان حداقل یه چیزی داریم به نام بونس و خب پادشاهی پهلوی هم فوکسشو میریم که 80 تا پولیتیکا پاور میده که برای شروع بدکی نیست. نمیتونم بگم بی‌نظیره ولی خوبه. همون جور که میبینید ایتالیا داره توی آفریقا یه سری حرکت‌ها میزنه. حکومت سلطنت آوسا رو به قولی ضمیمه کرده تا بتونه حمله قوی تری به اتیوپی بزنه. اتیوپی هم کارخونه‌های آثارا رو برداشت. البته یه دونه کارخونه است. تجربات من تو
توی کانال هست. قبلا تایم لپس ضبط می‌کردم، برای همین اگه بخواید ویدیوشو ببینید پیشنهاد می‌کنم خودتون سرعتشو ببرید بالا توی ویدیو اگه می‌خواید ببینید چه اتفاقاتی افتاد. ویدیوهای قبلی من صرفاً نمیتونم بگم ویدیوهای خوبی بودن، بیشتر ویدیوهایی بودن که داشتم روی ادیتم کار می‌کردم. پس الان وضعیت بهتره، حداقل کات کردن چیزی بلدم. نمیخوام از ویدیوهام توشون میم استفاده کنم، زیادی دیگه کلیشه‌ایه. خب همزمان هم ترکیه هم آلمان منطقه‌ایه که بریتانیا و فرانسه بهشون گفته بودن دیمیلیترایز یا ضد نظامیشون کنید رو نظامی گری کردن دوباره توشون و هر دو قراردادها رو خراب کردن و تو هر دو حالت هم بریتانیا و فرانسه چی نگفتن. انگار رایش میخواد دوباره شروع کنه. برای فوکس بعدی هم که خب ما نمیتونیم لگسی آف گریتنس رو بریم، دلیلش هم این نیست که بلد نیستم یا نمیتونم، اتفاقا از نظر من آسونه ولی قلق داره. ولی برای این ویدیو خوب نیست که اولین ویدیوی منه که خودم توشم، زیادی طولانی میشه. پس تو استند ویت جاینت رو میریم که 2% پولیتیکا پاور و 5% استابیلیتی، ولی به تایمش میارزه. خب برای سیاست‌های اقتصادی از اونجایی که انتخاب کردن یه مشاور الان ارزشش رو نداره. چرا؟ چون که اسلامیک تریتیشن یا سنت‌های اسلامی بهمون این اجازه رو نمیدن یا سخت‌ترش میکنن به اصطلاح برامون. اقتصاد رو وارد حالت نظامی میکنیم، نه کاملا نظامی مثل وار اکونومی ولی آماده، پارشال. دوستان من کاخ سعدآباد رو میبینید که تو DLC لگسی آف گریتنس اضافه شده که یکم انتظارم بیشتر بود، باید پولیتیکال میدادن، چرا استابیلیتی که همون هم به درد ما نمیخوره. 5% استابیلیتی به ایران اضافه کردن، دستشون درد نکنه. 20% هم استابیلیتی تو نشنال اسپریتاش کم کردن که تو حالت تاریخی حذف نمیشه. باید بریم روی لگسی آف گریتنس که دردسر داره و اگه ادامهش هم بدیم من معمولا ایران رو زرتشتی میکنم که جنگ داخلی میشه. کلا ولوشویه اگه بخواید لگسی آف گریتنس رو برید و به رویاهاتون برسید در اصل، یعنی یه امپراتوری زرتشتی بزرگ ایرانیگرای قدرتمند. خیلی سخت‌تر از چیزیه که به نظر میاد، قلقاش خیلی زیاده. تو استند ویت جاینت انجام شده. اینکریز ایدیوکیشن فاند یا افزایش حمایت هامون بگیم از تکنولوژی رو انجام بدیم که 2% به تو استند ویت جاینت ریسرچ اسپید میده و 2 هم الکترونیکس 25% بونس میده که چیزی نیستش که بیارزه. ولی خب از اونجایی که ما تکنولوژی الکترونیک ماشین انجینیرینگ رو انجام ندادیم، یه بونس کوچولو نیاز داریم براش، خیلی کمک میکنه. خب قرارداد لندن هم انجام شده و الان هر کشوری که واردش ازش خارج نشده الان دیبافش دیگه برای مدت بسیار طولانی میمونه. خب ما به آقای بهرام میگیم یه گروه شخصی برای خودش تشکیل بده، تمرین بده همون گروه هم، که این گروه همون HQ که تو آپدیت جدید و همین اخیراً اضافه شده. ایران حول محور HQ عزیزان. از نظر من هر کشوری که وسطای بازی یا آخرای بازی نقشش شروع میشه توی گیم حول محور HQ، چون قدرت‌های اصلی همه به جز شوروی اول بازی جنگ دارن. اینکریز ادویکیشن فاند هم انجام شد و پن آبادان تکنولوژیکال اسکول یا مدارس تکنیکال، مدارس فکر کنم مکانیکی منظورشه، توی آبادان رو تشکیل میده که ایول خوشحالم به عنوان عزیزان. یه نصیحتی دارم همیشه، اگه با ایران بازی میکنید و سیستم، هیچ وقت توی بازی هارتس آف آیرون زیر ساخت نسازید مگر اینکه مجبور باشید. من قبلا این کارو میکردم با ایران ولی نتایج قشنگی نداشت. چرا؟ چون اقتصادی اصلا نداره که بخواد زیر ساختش رو ارتقا بده، برعکس آلمان و یا حتی اتحاد جماهیر شوروی، انگلیس، نمیدونم آمریکا، اینا این کارو میتونن بکنن. اتفاقا آمریکا اول بازی فقط زیر ساخت میسازه، اما ایران که اقتصاد خیلی کوچیکی داره، عملا من این همه روش کار کردم، بدون سیو بهش اضافه شده تا الان 6 تا کارخونه‌ش هم اصلا ترید داره میگیره، به اونم دیگه دارن نفت میخرن. از همون که من بهتون میگم نفتی هم که از ایران میخرن همیشه موقتیه. کشورهایی که اول گیم ازش نفت میخرن همیشه موقتی میخرن.
ذخایرشون رو پر کنن دیگه نگاه چپ هم به ایران نمیکنن. خب برای اینکه پولیتیکا پاورمون حروم نشه و تایم هم حروم نشه، ما یه دونه چیف آف آرمی میگیریم، جناب علی اکبر، که به اون اتک میده. و خب که خیلی گزینه قشنگیه ها. ما خیلی از توپخانه استفاده میکنیم. آره ارگانیزیشن خیلی برای ما بهتره. صاف اتک و اینجور چیزا رو زیاد داریم. خب الان قیچی اسلامی ها رو میزنیم و کشور رو سکولار میکنیم. یه بخش تکنولوژی که الان ریسرچ استرات جدید رو گرفتیم، ایمپروو ماچین رو نمیتونیم بزنیم فعلا، ارزشش نداره، پس ریسرچ رو میزنیم که بونس داریم سرش. خیلی از دوستان میگن چرا بریتانیا نفت عراق رو برده ولی ایران رو نبرده و فقط پارادوکس به این نتیجه رسیده به ایران یه دیباف بده توی یوتیوب فارسی. ولی من چون تاریخ خوندم فکر کنم بدونم دلیلش چی. نگاه کنید، بریتانیا 80% نفت ایران رو به قولی میگرفت ولی منظورش این نبود که کامل میگیره پولش هم نمیده و اینا. اتفاقاً اون 80% منظور این بوده که مجبور ایران فقط به بریتانیا صادرش کنه، بقیه‌شو میتونسته به بقیه جا صادر کنه. برای همینه به این نتیجه رسیدن که آنگلو ایرانیان اویل کمپانی رو به عنوان دیباف به ایران بدن، نه اینکه نفتشو مثل عراق به بریتانیا بدن. الان عراق هیچ نفتی نداره، عملا نفتش صفره. بعد نفت وارد کنه هستن چون نفت خودشون نداره. الان عراق مطمئنن جلو بریتانیا هیچ شانسی نداره. خب فورست سکولاریزیشن انجام شده و الان میتونیم مشاورا رو به قیمت خیلی ارزون برداریم که عالیه. من برای شروع جناب آقای علی اکبر داور رو پیشنهاد میدم اگه بخوایم انتخابش کنیم، و بعدش آندری گودرد رو که یه ایرانی نیستش ولی فوکس اوپن نشنال میوزیم یا ورود به موزه ملی تا زیر ساخت به اون توی تهران میده و ایشون هم به عنوان یک مشاور میتونیم توی کابینه داشته باشیم. دوستان الان استابیلیتیمون بعضیش قرار خرابتر هم بشه با اینکه حالا به خاطر سکولاریزیشن یه 5% استابیلیتی از دست دادیم. خب برای همین من به این نتیجه میرسم همیشه تو سریام که پولیتیکال لویالتی رو فعالش کنیم با رضاش. یه استابیلیتی درد بخوری بهمون میده، ما که جنگی نداریم به هر حال. الان شد 60%، از بونساش میتونیم خیلی استفاده داشته باشیم. با انجام این فوکسی هم که همین الان در حال انجامه و با سواد کردن مردم ایران یک کمپین را میندازیم براش، 20% پارتی پوپولاریتی و 5% ریسرچ اسپید میگیریم، ولی برای یه سال. بعدش اندونگیر نیست، برای یه سال خوب نیست. اگه 2 سال بود خیلی عالی میشد. و آره خب این فوکس هم انجام شده و الان موزه ملی رو راه میندازیم. البته وایسا، تیریکو هیچ وقت خوشم نمیاد رهاش کنم. یه فوکس بزنم دیرتر میتونم ادوایزر بردارم، پس هر چی زودتر بهتر. نه هنوز فوکسش دومیه. خیلی خوب، اینم از این فوکس. میگن ایتالیا رو تحریم کنیم و سازمان ملل بهمون 2% استابیلیتی میده اگه این کارو بکنیم، و اگه بگیم نه 25% پولیتیکا پاور از دست میدیم و ایران از لیگ آف نیشن خارج میشه. 2% استابیلیتی خیلی بیشتر میارزه تا ایتالیایی در بداغون، چون نه نفت ازم وارد میکنه نه چیزی. شاید هم بتونم در آینده تحریمش هم بردارم، چون فعلا به بونس نیاز دارم نه به دیباف. خب راکت اینداستریالیزیشن رو میریم و جناب آقای آندری رو وارد کابینه میکنیم و استابیلیتیمون افزایش بده، که میگم پولیتیکا پاورمون افزایش بده که درست. و ببینم در خصوص این بدبخت ایتالیا میتونیم این بارگوشو به صورت رایگان برداریم. باگای هارت آف آیرون. خب تهران الان زیر ساختش خیلی قوی تر شده، پس میتونیم بیشتر توش ساخت و ساز کنیم. من معمولا به این نتیجه میرسم که خیلی تو گیم نباید سیو بسازیم. خراسان یه دونه میسازیم، 2 ببخشید، و دیگه تمومش میکنیم. آره و آلمان از اون درخواست کرده وارد پیمان ضد کمونیستش بشیم و من چون دوست دارم روابطم با آلمان خیلی بهتر بشه واردش میشم، چون هرچی روابطم با آلمان بیشتر باشه مسلماً در آینده میتونه ازم نفت بیشتری وارد کنه. ببینید چه اتفاق باحالی افتاده. عملاً چون تنها کشوری که ایتالیا رو تحریم نکرده از نظر نفتی ماییم، به همون داره 2 کارخونه میده به خاطر واردات نفتش، چون مجبوره که از ما وارد کنه. حتی شوروی، کشورهای درب و داغون چین که حالا نه
اینا از این اختیارات ندارن، فقط چین میتونه این کار رو بکنه و کشورهای مستقل دنیا همه تحریمش کردن، فقط ماییم که تحریمش نکردیم. ما آلمان ببینم، آلمان هم تحریمش نکرده، مجارستان تحریمش کرده، ریشم تحریمش کرده، حتی بعضی از هم حزباش هم تحریمش کرده. عملا به خاطر این تحریم ما قرار کلی قوی تر بشیم. توی بخش لاجستیک تفنگامون الان خیلی زیاد شده، البته نه خیلی ولی به اندازه کافی هست که ارتش جدید رو تمرینش رو آغاز کنیم. حداقل یه دعوایدی داشته باشیم برای این دلغک‌های دورمون کافیه. خب میایم توی کابینه و جناب هر فامیلش دیگه پیشکش و خب راکت اینداستریالیزیشن هم دیگه الان یه 2 تا سیو میده. زیر ساختمون هم تو تهران باز بهتر شده، پس کارخونه ها رو بیشتر میکنیم داخلش. بچهای سیکیم آباد که یه فکت جالبم در مورد سینکیانگ بهتون بگم، با این اسم داغونش یه کشور ترکه و عملا سیکیم میدونه چیه و این که این اسم انتخاب کردن فکر کنم منظوری پشته. بچهای آنارچیست در اسپانیا جنگ داخلی رو شروع کردن و جبهه دموکرات‌ها به قولی زمین کندن، تیپی هم سقوط کرد و مورخه‌های اسپانیا الان مسلماً قراره سقوط کنن که خبر خوبی برای ما که متحد مانیم، حداقل یه نفر کمتر مورد تحریم. فرانکو حتی از موسولینی هم در و داغون‌تره. خب کانستراکشنمون هم بهتر شد دیگه. ایمپروو ماچین تولز هم بگیریم. آلمان هم واردات نفت رو از ما شروع کرده، ولی چرا 14 نه 16؟ فوکس های تو استنویت جاینت و ایفوبیلز یه بونسی داره، اگه طرف فعالش کنه میتونه با هزینه کمتر و چیزا واردات و صادراتش انجام بده. بذار ببینم هستش، میتونم پیداش کنم. آره، اکستراتری ریسورس پر فکتوری یه دونه کمتره، این یه دیبافشه. الان 2 تا کارخونه داره از من وارد میکنه، 2 تا نرخ ازش کم شده، یعنی کمتر داره میخره ناخواسته. کارخونه‌اش عملاً داره حروم میشه. برق تهران هم راه انداختیم که یه 3% کانسومر گودز بهمون میده، ولی 10% کانستراکشن اسپید، سیویلیان فکتوری و ریسرچ الکترونیک بونس داره که واو. ماشین کامپیوتینگ انجام شد که خب دیگه به نظرم این مسیر رو ادامه ندیم بهتره. لامصب ایران خط آهن داره ولی تحقیقات حتی قطار مردمی رو نداره. نمیدونم پارادوکس داره با خودش چی کار میکنه. راستی یادم نره Improve Worker Constitution یا بهترسازی وضعیت کارگرامون رو انجام بدیم، یه استابیلیتی بگیریم، چون اگه وایت ریولوشن رو بریم کلی استابیلیتی برام ازمون کم میکنه و فلج میشیم عملا. خب نیروهای جدید هم رسیدن، البته فعلا یه واحده، خاطر تولیدات درب و داغون ما زیاد نیستن. خب جنگ ژاپن و چینیا آغاز شد. نمیتونیم بگیم چین چون که واحد یک کشور نیست. چاینیز یونایتد فرونت هم ساخته شده، هم یکم ناقصه. سینکیانگ بعد کوتاما رو بزنه و سیکیم آبادیاشون رو بزرگ کنه و گوانگزی هم که خب یکم ناز داره، لذت پرواز داره، نمیشه کاریش کرد ولی میره تو فکشنشون. ژاپن دلغک هم اگه بتونه بندازه چینو هنر کرده، با اینکه من خودم هم به زور میتونم. خب دیولوپد میجور ستلمنت انجام شد و میتونیم الان وایت ریولت رو بریم یا دیستراکشن آرمی یا بازسازی آرمی بهتر بگیم رو انجام بدیم، چون من به تفنگ بیشتری نیاز دارم و با این تفنگ نمیشه کاری کرد. از آلمانم زغال وارد میکنیم، روابطمون باش خوب باشه به اقتصادمون یه حالی میده. خب میایم روی تفنگامون کار میکنیم، از این داغونی یکم در بیان. کارخونه‌مون رو تو تهران باز بیشتر میکنیم، هم انجام شد و دیگه کرکس The White Revolution انجام بشه. 15% کانستراکشن اسپید میده که عالیه. ما هم فکر کنم باف فارسی هستش، یکم دیگه میپره. خب ایمپروو ماشین تولز هم انجام شد. برای بعدی بریم برای رادیو که من میگم تراکو بریم انجامش بدیم که یه کمکی هم به اینفنتریامون بشه در آینده، یه ریسرچی داره در ادامه. خب داکتریانمونم میبریم روی گرند بتل. بهترین گزینه همیشه برای ایران همینه و ارتش هم یه ریفورم باید بزنیم ولی هرچی فکر میکنم نمیصرفه. خب میایم و ریسرچ رادیو هم میزنیم و خب من الان برام سواله، ارگانیزیشنمون 50،
من این انفنتری گان رو استفاده کنم میشه 40. آره اون ارگانیزیشن بونسش رو داده. پس یه صافته که خیلی قشنگی به ما میده و به درد بخور. خب انقلاب سفیدم انجام شد و الان به نظر من نفتمون رو بیشتر کنیم و این دیباف اقتصادی رو برداریم خیلی بهتره. ولی بانک ایران هم هست که نیازش دارم. خب سیکیم آبادم توی گرفتن کوتاما شکست خورد. هر دو رفتن توی چاینیز یونایتد فرانت، ولی خب سیکیم آباد به زودی خیانت میکنه. تجربه ثابت کرده همیشه میپره توی فکشن شوروی جونش. نمیدونم شاید چین یه کمکی به کوتاما میکنه بعضی وقتا که این اتفاق میفته. خب ارتش هم یکم بزرگتر میکنیم و منتظر آلمان میمونیم آنچلوسش رو انجام بده. از اونجایی که نزدیک 1938یم کامپیوتینگ ماچینگ با اون بونسایی که ما داریم خیلی الان میصرفه و یه آپگرید هم برای کمپانیمون گرفتیم که عالی و تمام. خب این فوکس هم انجام شد. بریم برای بهترسازی قول زیر ساختای نفتیمون و آوردن بانک ملی ایران. کابینه که کانسومبوزمون رو بازم کم کرد. الان 2 ردیف داریم میسازیم. ولی خب یه چیزی آره اگه فئودالا رو از بین ببریم بهمون زیر ساخت میدن که فوق العاده است. پس یه دونه تو خراسان کم میکنم و توی همدان و فارس هم کارخونه‌مون رو اونجا بسازن. خب اینا رو هم وارد میکنیم که اگه کارخونه‌های جدید هم گرفتیم روی سوپلایمون کار بشه و دیگه فئودالا هم دیگه تقریبا آخرشونه. و روی صافتک تفنگا کار میکنیم. این هم از تراک. این هم روش کار کن. آها نه روی اینفنتریگان هم بونس میده پس خوبه. و میایم توی این بخش و ساخت تراک رو ارزون ترش میکنیم چون که کیفیتش با این که بیاد پایین مهم نیست، چون توی جنگ مستقیم استفاده نمیشه ازش. به یه چیزی برای حمل و نقل بیشتر استفاده میکنم من. سربازی هم یه لول اجباری ترش میکنیم، لیمیتش میکنیم و آقای احمد امیر احمدی هم برای لند داکتریان کاستش میاریم که زودتر بتونیم داکتریان بگیریم. خب فئودال هم از بین رفتن. پس ما میریم سراغ بهتر سازی روابطمون با آلمان که نه فعلا میزنم روابطم باش بیاد بالا، ولی اینا باش ببندیم و این و اینا هم تقریبا دارن از بین میرن. اینا هم از این هم 2 واحد که فعلا چیز خاصی نیستن. و خب داکتریان جدیدمونم لارژون تاکتیک میریم که ساپلای یوز همه نیروهای پیاده‌مون میشه گفت کم میکنم. عالیه بجز تانکا. خط آهنم تا اینجا میکشم حالا یه ساپلای اینجا برسه و این ساپلای اینجا من قبلا میدونم نبود، آپدیت جدید اضافهش کردن. خب این هم از این. جنگ داخلی اسپانیا هم تموم شد که خیلی عالی شد و میریم که روابطمون رو با آلمان مستحکم کنیم، یه سری قرارداد باشون ببندیم که عالیه. تکنولوژی اینم انجام شده. پس میریم روی کانستریت اینداستری 3 که عالی. این داوشمون بهرام هم میگیم تمرین بده بازم و نیرو هم تمرین میدیم کنارشان. و بذار ببینم تو تولیدات الان همه چی رو افتاده. پس یه دونه آهنم از آلمان میگیریم. خیلی خوب، نذاشت یک لحظه هم از حرفام بگذره و آنچلوس هم انجام شد. دیگه آلمان بره سراغ سوترلند دیگه ویدیو تمومه دیگه. من تا جایی هم که فهمیدم عزیزان هر موقع اسپانیا تونست جنگ داخلیشو تموم کنه اون موقع است که آلمان میره سراغ آنچلوس، بعدش نمیره. اگه جنگ داخلی اسپانیا زود تموم بشه، حالا مهم نیست کی ببره کی ببازه، تموم بشه. اینم از این. کانستراکشن اسپید میگیریم و تولیداتمون هم افزایش میدیم و بریم برای قراردادهای بعدی با آلمان. خب با این وضعیتی که من میبینم نیاز به یه عالمه میلیتاری داریم توی اصفهان، خراسان، تبریز، گیلان و کردستان. میگیم میلیتاری فکتوری بسازن، تولیداتمون هم افزایش میده. خب قرارداد تجاریمون با آلمان بسته شد. حالا رضا شاه رو میفرستیم آلمان بره یه دیداری بکنه با هیتلر. خب میریم توی داکتریان و گرند اسولت رو برمیداریم که مکس پلنینگ میده، بریک میده، صافتک میده، کلا عالیه. چیزایی هم که در آینده میده بازم به درد. خب آلمان پذیرفت و دی استند ویت جاینت
بهتر شد. این عالی شد الان دیگه. پس میریم برای افزایش باز میلیتری فکتوری. میریم سراغ ریسرچ اسلات 4 که دیگه میشه آخرین ریسرچ اسلات، چون که نمیدونم پارادوکس چرا به ایران برعکس کشورهای دیگه 5 رو نمیده. خب اینم انجام شد و بریم سراغ ریسرچ اسلات 4 و اصلاحات. خب این هم نیروهای جدید که دوباره اومدن، دوباره هم تمرین بازم اومدن فکر کنم. نه تولید تفنگمون الان تولید خوبی. به نظرم چیف آف آرمی و دیگه بخش میلیتری های کامندش هم بذاریم که آقای بهرام توی لاجستیک کار میکنه، نیازش رو کمتر میکنه، و عبدالصمد شاردیل روی اینفنتری اتک و دیفنس بوده. هیچ وقت نفهمیدم چرا عکسش رو درست نکردم. و احمد خان ناجیان احمد خان ناجیان هم به اون ایر ایکس پی میده و ایر سوپیوریتی که عالیه. و حالا میریم تو بخش آفیسر، ببخشید کاماندن راست، و به ژنرالا بونس میده، یه اوربلوز و دیویژن ریکاوری بریک. آخه بریک به درد من نمیخوره. برای اسدالله حسین پورم که خب کاری نداریم و برای یک کاوری دیفنس کنم موتورایز اتک میدیم. خب سوتنلند هم انجام شده. برای حاج علی رزمارا هم اینفنتری اکسپرت. خب اینم از این. الان چمبرلین عملا قبول کرد که آلمان توی کنفرانس مونیخ سوتنلند رو برای خودش بکنه. چکم وارد حکومت نظامی شده عملا. این بونس دیباف در است بگیم بهتره. استابیلیتی وایت ریولوشن هم از رومون پرید. یه وار پروپاگاندا میکنیم، چرا که خب مردم روحیه نداشته باشن برای ما بجنگن دیگه، حکومت ما چه ارزشی داره. خط آهن بندر عباس تهران هم داره کشیده میشه. الان ایژوکیشن ریفورم ما هم انجام شد. میریم برای فوکس بعدی که بگیم چی باشه. میلیتاریمونو فکتوریاشو بیشتر میکنیم و توی بخش ریسرچ هم میریم سراغ مجارستان. هم اون قراردادی که بهش تعمیم شده بود و برداشت، توپخانه رو قوی میکنیم. و خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم از اولین ویدیویی که بنده خودم توش حضور داشتم لذت کافی رو برده باشید. لایک، کامنت، ساب، اگه به کانال بنده یعنی کایرو لطفش کنید، خیلی ممنونتون میشم. تا ویدیوهای بعدی، قوی تر کردن ایران و درودی دیگر. بدرود.